سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم درس 14 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار که حالا عنوانش هست تمرین فواصل منفصل و متصل رو با همدیگه کار کنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه شماره 14 که تمرین فواصل منفصل و متصل هست. بریم ببینیم اصلا منظور از این عنوان چیه. ببین، به اختلاف دو تا نوت تو موسیقی میگیم فاصله و فاصله رو همیشه از خود نوت میشماریم. مثلا از نوت سل اگر که ما بخوایم یه فاصله دوم بسازیم، از خود سل شروع میکنیم به شمردن تا 2 تا بعد از خودش. میدونید منظورم چیه؟ مثلا از نوت سل میگیم سل لا، پس فاصله دوم سل میشه لا. یا مثلا اگر از نوت ر بخوایم یه فاصله پنجم بسازیم، از خود ر شروع میکنیم به شمردن تا 5 تا بعد از خودش. میگیم ر می فا سل لا، پس فاصله پنجم ر میشه لا. پس منظور از این فاصله که اینجا آورده اختلاف دو تا نوته که خیلی بحث مفصلیه توی موسیقی. بعدها که وارد مباحث تئوری میشیم، وارد مباحث هارمونی میشیم، تنظیم برای ارکستر میشیم، اون موقع بحث فاصله ها خیلی مطرح میشه توی آکوردها و آرپژ هایی که میزنیم. اما فعلا در همین حد بدونیم که منظور از فاصله همین اختلاف دو تا نوته. حالا فواصل منفصل و متصل. فاصله های متصل فاصله های پشت سر هم هستن. مثلا از نوت سی فاصله ای که بهش متصله، حالا به سمت بالا اگه بخوایم بریم نوت دو میشه که میشه فاصله دومش. اگه به سمت پایین بیایم نوت لا میشه. فواصل منفصل فواصلی هستن که از هم دورن، فاصله دارن، حالا یا سوم یا چهارم یا هر چیزی غیر از دوم رو فاصله منفصل میگیم. اینجا اومده یه سری تمرین برامون نوشته. این قطعه مثل آهنگ‌هایی که قبل میزدیم، مثلا درس اسمر و ریحان و روابه و اینا، آهنگ خاصی نیست، یه تمرینه برای اینکه این فاصله های منفصل و متصل رو توی سازمون بشناسیم، تمرینش بکنیم و اجراشو یاد بگیریم. یه توضیحاتی رو توی کتاب نوشته، من اینا رو توضیح میدم که یکم بهتر متوجهش بشید. یکی در مورد اون علامتی که توی خط آخر بالای دو پشت خرک داریم، یه نیم دایره که زیرش نقطه هست. به این علامت میگیم فرماتا. فرماتا توی زبان ایتالیایی به معنی ایستگاه هست که همون توی فارسی بهش میگیم نقطه توقف. بهش کرونا هم میگن چون شبیه تاجه، ترجمه کرونا میشه تاج. بهش کرونا هم میگن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که کشش این نوت میتونه به دلخواه نوازنده بیشتر بشه. یعنی وقتی روی یک نوت علامت نقطه توقف قرار میگیره، نوازنده اجازه داره که بیشتر از مقداری که اون نوت کشش داره برای اون نوت صبر بکنه. مثلا اگر اون نوت سفیده و ارزشش میشه 2 شماره که بعد بگه مثلا دو، اجازه داریم بیشتر از این مقدار صبر بکنیم، یه مکث طولانی تر و بعد جمله رو ادامه بدیم. البته اینجا آخر قطعه هست و بیشتر برای آشنایی اینو آورده که شما یاد بگیرید این علامت چی هست، ولی جاهای دیگه میبینیم این علامت وسط قطعه میاد، اون موقع بیشتر معنی پیدا میکنه. اون فینه‌ای که آخر قطعه نوشته، باز فینه تو زبان ایتالیایی به معنی پایان هست. آخر هر قطعه میاد و نشون میده قطعه ما تموم شده. و خط آخر قطعه، حالا اون فاصله هایی که آورده شده در موردش توضیح دادیم. مثلا نوت اول دو هست، نوت دوم چیه؟ می هست. فاصله 2 تا می میشه دو ر می، یه فاصله سومه. باز بعد از نوت می نوت سل هست، میشه می فا سل. پس 2 تا فاصله سوم متوالی اینجا تشکیل شده. به این فواصلی که به این فرم فواصلی که توی خط آخر داریم بهش میگیم آرپژ. در واقع اینجا یه آرپژ دو مینور داریم. خب یعنی فاصله هامون به شکلی پشت سر هم دیگه قرار گرفتن که فضای دو مینور بر ما میسازه. نوتامون کلا دو و می و سل هست. دو می سل دو می سل دو. این توضیحی که توی خط آخر کتاب نوشته
نوت‌های پی در پی با فواصل سوم تشکیل آرپژ دادن، منظورش همینه. وقتی که نوت‌هامون به صورت دو تا فاصله سوم متوالی قرار بگیرن، اگر اینا رو به صورت همزمان بزنیم که حالا ما تو سنتور امکانش رو نداریم، ولی مثلا تو پیانو یا گیتار این سه تا نوت به صورت همزمان اجرا میشه، اون موقع مفهوم آکورد پیدا میکنه که بهش میگیم آکورد دو مینور یا آکورد درجه یک گام دو مینور هست. و اگر اینا رو به صورت متوالی بزنیم، چیزی که ما اینجا میزنیم، بهش میگیم آرپژ. خب یه ذره گستره نوت‌ها وسیع‌تر شده، از نوت‌های زرد و سفید و پشت خرک اکثرش استفاده شده، چون داریم فواصل منفصل رو میخوایم اجرا بکنیم، به خاطر همین از گستره وسیع‌تری توی سازمون استفاده شده. از نظر جمله بندی عبارت‌های ما توی این قطعه دو میزانی هست. میزان اول رو دو بار اجرا میکنیم چون تکرار یک میزان داریم، پس خود اون میزان اول و تکرارش میشه یه عبارت. دو میزان بعد که میشه دو میزان آخر خط اول میشه عبارت بعدی. به همین شکل دو میزان خودتون میتونید علامت گذاری هم بکنید که جمله ها و عبارت ها رو بشناسید و اینجوری تمرینش بکنید. الان که ما میخوایم با هم دیگه هم بزنیمش، جمله به جمله بررسی میکنیم که بهتر شما هم متوجه بشید. نوت های جمله اول یا عبارت اول هست دو، می، سل. دو جاش خرک شیشم سیمای زرد هست. می که رو خط اول هست قبلا در موردش صحبت کردیم. می که رو خط اول دو تا جا داره تو سنتورمون، یکی خرک هشتم سیمای زرد، یکی خرک اول سیمای سفید. از کجا بفهمیم پایین بزنیم یا بالا بزنیم؟ همیشه قاعده کلی اینه، همیشه نوت می خرک هشتم میخوره، چون بموله. بمولو بعد از کلید سل قرار داده و مشخص کرده تمام نوت‌ها بمولن، پس باید بالا بخورن تمام نوت‌های می. اگر می علامت کرون داشته باشه، اون موقع روی خرک اول پایین میخوره. پس الان که می هیچ علامتی براش ندارین، باید خرک هشتم سیم‌های زرد اجراش بکنیم. و سل که میشه خرک سوم سیمای سفید. دقت کنید که دو و می رو باید با دست راست بزنیم، سل رو باید با دست چپ اجرا بکنیم. از نظر زمان بندی نوت اول سفیده، پس ارزشش میشه 2 شماره. دو تای بعد سیاه هستن، هر کدوم 1 شماره. پس نوت 2 1 2 برای خودش هست. شماره 3 به می میرسه، شماره 4 به سل میرسه. نوتامون هست دو، می، سل. یه بار دیگه میزنمش، دو، می، سل. حالا این دو می سل رو اولا که باید 2 بار بزنیم. حالا من با شمارش هم اجراش میکنم که متوجه بشید فاصله هاش به چه شکله. 1 2 3 4، 1 2 3 4. میریم سراغ عبارت دوم. خب دو میزان آخر خط اول نوتاش هست دو، می، سل، دو، می. دو شیشم زرد، می هشتم زرد، سل سوم سفید، دو شیشم سفید و می که روی بین خط 4 و 5 میشه خرک هشتم سیمای سفید. به راست و چپش خیلی توجه بکنید. 2 تا راست، سل سفید رو با چپ میزنیم، دوباره 2 تا راست میشه دو، می، سل، دو، می. با شمارش اگه بخوایم اجراش کنیم میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4. جمله اول رو تمرین میکنید، جمله دوم رو هم تمرین میکنید، حالا به هم وصلش میکنید که یاد بگیرید اتصالش چطوریه. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. میریم سراغ خط دوم. دو میزان اول روی سیمای پشت خرک هست. نوتی که بالای خط دوم اضافه هست، به این خطا میگیم لژر لاین. بالای خط دوم فرضی یا لژر لاین هست، نوت ری پشت خرکه و به ترتیب از بالا اومده پایین. ر دو سی لا سول. حالا اینو با شمارش میگیم 1 2 3 4، 1 2 3 4. دو میزان آخر خط دوم میشه جمله بعد ما. نوتاش هست فا سول لا فا لا. دقت کنید نوت فا که روی خط آخر قرار گرفته، مثل می که روی خط اول هست 2 تا جا داره.
این نوت فا رو هم خرک دوم پشت خرک داریمش، هم خرک نهم سیمای سفید. حالا از کجا بفهمیم؟ قانونش چیه؟ همیشه فا رو خرک دوم میزنیم، فقط اگر بالای فا عدد 9 بود خرک نهم استفاده میشه. یادتون باشه. پس اینجا که هیچ علامتی نداره میشه خرک دوم پشت خرک. در واقع تمام نوت هایی که توی این عبارت داریم پشت خرک هستن. از نوت فا شروع میکنیم. فا سول لا فا لا با شمارش 1 2 3 4 1 2 3 4. دو میزان اول خط سوم میشه جمله بعد ما. سول فا می فا سول، سول فا می فا سول. اینجا هم باز فا رو که حواسمون هست خرک دوم پشت خرک، می که بین خط اول و دوم هست باز 2 تا جا داره، خرک هشتم سفید، خرک اول پشت خرک. از کدوم استفاده میکنیم؟ قانون رو قبلا گفتیم، می خرک هشتم هست همیشه، فقط زمانی خرک اول میخوره که علامت کرون داشته باشه. باز اینجا چون علامت کرون نداریم پس همون خرک هشتم سفید اجرا میکنیم. پس سول فا می فا سول. اینو اگه بخوایم با شمارش بزنیم میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. جمله بعد دو میزان آخر خط سوم. ر فا می ر دو، ر فا می ر دو. 1 2 3 4 1 2 3 4. من الان برای اینکه وقت گرفته نشه اینو بر نمیگردم از اول، اما شما وقتی میخواید این قطعه رو تمرین بکنید هر عبارتی رو که جدید یاد میگیرید اتصالش به جمله قبل رو تمرین بکنید و بعد از ابتدا تا اونجایی که بلدید رو باز تکرار بکنید. این تکرار کردن هست که باعث میشه شما این قطعه تو ذهنتون بمونه و فراموش نشه. و بچه‌ها میان میگن مثلا من قطعه رو میزنم، جمله به جمله یاد میگیرم، به آخر که میرسم باز یادم میره اولش چی بود، به خاطر اینکه تکرار نشده. این تکرار کردن هست که هر چی بیشتر تکرار بشه بهتر قطعه شما میتونید به خاطر بسپارید و دیرتر فراموش میشه. ولی در کل موسیقی فراره، یعنی شما این قطعه رو که الان تمرین میکنید اگه 2 هفته نزنیدش یا 1 ماه نزنیدش فراموش میشه، اما هر چی بیشتر تکرارش کرده باشید دیرتر فراموش میشه، یا اگه فراموش بشه زودتر یادتون میاد و یه تمرین کوتاه زود یادتون میاد که قطعه چی بود. خب خط آخر که در موردش حرف زدیم گفتیم اینجا یه آرپژ ساخته، یه آرپژ مینور ساخته. نوتش هست دو می سول دو می سول دو. به راست و چپش خیلی توجه کنیم، حواستون باشه فقط 2 تا سولایی که داریم چپه، بقیه نوتا که بالا هستن اونا رو باید با دست راست بزنیم. دو می سول دو می سول دو، دو می سول دو می سول دو. فضای آرپژی که میسازه رو بهش دقت بکنید. با شمارش میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. من این رو از اول تا آخر براتون پشت سر هم اجرا میکنم که فضای قطعه رو بشنوید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. بریم با مترونوم هم بزنیمش. با مترونوم تمرین کردن خیلی مهمه، چون هم فاصله بین نوت‌ها رو دقیق میکنه از نظر زمانی، هم سرعت رو کنترل میکنه. چیزی که الان من زدم یکم تندتر از چیزی بود که خود کتاب مشخص کرده. کتاب گفته با سرعت 60 اجرا کنید. حواستون باشه اون بالا سرعت رو بهمون میده. اول قطعه نوشته سیاه مساوی با 60، یعنی اینکه مترونوم رو سرعت 60 بزن و با هر ضربه مترونوم یه نوت سیاه اجرا کن، که در واقع وقتی با سرعت 60 اجرا میکنیم یعنی توی هر دقیقه 60 تا ضرب مترونوم داره میزنه، یا ما میشماریم که با هر ضربش یه نوت سیاه میزنیم. اون لارگویی هم که جلوش نوشته به معنی آهسته هست، یه عبارت توصیفیه برای
مشخص کردن سرعت قطعه. مترونوم رو میذارم رو 4 ضربی، سرعت 60. صدای متفاوت رو پیدا میکنم که شماره 1 مترونوم ما هست. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. یادتون باشه که قطعه رو حتما از حفظ اجرا بکنید. از رو زدن خیلی کمکی به بالا رفتن سطح نوازندگی شما نمیکنه. حتما قطعتون رو حفظ کنید، هم با شمارش تمرین بکنید، هم با مترونوم تمرین بکنید که ریتمتون درست بشه، فضای سنتور کامل دستتون بیاد، مسلط بشید که قطعه هایی که میریم جلوتر و پیچیده تر میشه رو راحت‌تر اجرا بکنید و از پسش بر بیاید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.